خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای روز. تاجیکستان خرید و فروش سهمیه ها را 5 سال از انداز آزاد کرد. شهبال میرزویف درباره لاتوکوب و ارزوی کار در خدمات گمرک. دستور وزیر برای تشکیل نقطه های قبول شکایت ها از ابلوا. تعداد تاجیکان در روسیه کم شده است. زندگی پس از مرگ. شهروند تاجیکستان بعد یک شبانه روز در سردخانه به هوش آمده است. حکومت تاجیکستان خرید و فروش سهمیه ها را به مدت 5 سال از پرداخت انداز یا مالیات آزاد کرد. دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان امروز در مراسم افتتاح بیرژه فوند آسیای مرکزی در تاجیکستان ابراز داشت که این تصمیم به خاطر رشد بازار کاغذهای قیمتناک گرفته شده است. در بیرژه فوند آسیای مرکزی هم سهمیه های شرکت تاجیکستانی و هم شرکت های معروف خارجی خرید و فروش می شوند. این بیرژه با خرج 35 میلیون سومانی تأسیس یافته است. عظمت قاسموف رهبر کل بیرژه فوند آسیای مرکزی در تاجیکستان گفت این سازمان برای جلب سرمایه به شرکت‌های وطنی کمک می‌کند. علیشیر شیرنظر مدیر اجرایی این بیرژه در صحبت با رادیوی آزادی ابراز داشت که حالا شرکت‌ها جریان لیستینگی یا نام‌نویسی را در بیرژه مذکور گذرانده ایستادند و پس از این سهمیه‌های آنها برای خرید و فروش دسترس می‌شود. شهبال میرزویف سرباز معیوب شده تاجیک در یک صحبت ویدیویی با خبرگزاری آزادگان تفصیلات قضیه لاتوکوب شدنش را نقل کرد. با گفته او حین به خدمت حربی رفتنش او دانشجوی دانشگاه حقوق و تجارتی شهر خوجند بوده. سال 2013 اختیاراً به عسکری رفته است. تا زمان لاتوکوب شدنش شهبال در قسم حربی مرزبانی 2620 ادای خدمت می‌کرده است. خبرنگاری آزادگان با شهبال میرزویف در مرکز سالمگردانی جمهوریوی شهر خوجند واخوردند که آنجا شهبال تا حال طبابت میگیرد. خستان دوستان فیسبوک خستان دوستان اخیر کار من یکم شوب کارس کنم که دروا کارس کنم چون اینجا هم پشت برمده بود من نتوستم خست چون شوردا و نکن برداشتم ساعت دارن برداشت میغالتم روست میکنم میغالتم روست میکنم در اون سنجسته اطلاعات شده. یادآور می‌شویم که خانواده شهبال میرزویف از سرایست قشون‌های سرحدی که قسم نظامی 2620 تابع آن است 180,000 سومانی جبران ضرر معنوی و زیاده از 97,000 سومانی جبران ضرر مادی طلب کرد. 25 می سال 2015 زبونیسا سعید و دادرس دادگاه نظامی گرنیزان شهر دوشنبه قرار کرد سرایست به خانواده شهبال جبران ضرر مادی و 20,000 سومانی جبران ضرر معنوی پرداخت کند. اما 6 آگوست کلیگه حربی دادگاه عالی تاجیکستان در پی بررسی شکایت کاساسیونی جوابگر پرداخت ضرر مادی و معنوی به سرباز لاتوکوب شده را بیکار کردند. میرزا کامیلوف جانشین سردختر مرکز سالمگردانی جمهوریوی شهر خوجند وضع شهبال را رو به بهبودی ارزیابی کرده است و همچنین گفته است که این مرکز تصمیم گرفته است تا شهبال را رایگان طبابت کند. مورد ذکر است که سرگردانی عائله میرزویف ها بعد از به قضیه دخالت کردن رئیس ولایت سوخت آسان گردید. عبدالرحمن قادری سال گذشته در یک نشست مطبوعاتی وعده داده بود که این قضیه را زیر نظارت میگیرد. شیرعلی میرزا وزیر مدافعه تاجیکستان به کمیسریت حربی دستور داده است نقطه های قبول مراجعت و عرض و شکایت های جوانانی به ارتش دعوت شده را تشکیل دهند. فریدون محمدعلی سخنگوی این نهاد امروز به خبرنگاران اطلاع داد در پی دستور وزیر الکی در کمیسریت های حربی نقطه های قبول عرض و شکایت ها سازمان یافته است. در حاشیه همین خبر امروز در رسانه های تاجیکستان اطلاع عاید به جلب اجباری یعنی ابلوای دانشجویان پنج شد. گفته می شود که کارمندان کمیسریت حربی ضمن دستگیر کردن دو دانشجوی اسلامی کشور آنها را مورد لاتوکوب قرار دادند. این حادثه به قبل روز 2 اکتبر صورت گرفته است اما تنها امروز رسانه‌ای شد. دانشجویان نقل کردند که کارمندان کمیسریت که در تن لباس نظامی داشتند آنها را از منزل زیستشان در محله پروسیوز گرفته به کمیسریت حربی ناحیه سینا بردند و آنجا مورد لاتوکوب قرار دادند. دانشجویان همچنین گفتند که از تحقیر کارمندان کمیسریت تنها پس از پیشنهاد معلوماتنامه درباره دانشجویشان آزاد شدند.
این در حالی است که امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بارها در آغاز موسم دعوت نوسکران به مسئولین دستور داده است که از راه‌های غیرقانونی جلب جوانان به ارتش کار نبرند. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه خبر داد که تعداد شهروندان تاجیکستان در این کشور یعنی 966789 نفر را تشکیل می دهد. طبق اطلاع این نهاد به حالت از این شماره 807964 مرد و 159825 زن می باشد. خدمات مهاجرت روسیه همچنین ذکر کرده است که تعداد شهروندان تاجیکستان و ازبکستان در این کشور میل کاهش و شماره شهروندان قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان میل افزایش دارند. منبع میگوید فعلا در روسیه 520327 شهروند قرقیزستان، 2,029,945 شهروند ازبکستان، 702,938 شهروند قزاقستان و 24,229 شهروند ترکمنستان قرار دارند. خالی قربان و مهاجر تاجیک که در پی انفجار در کارخانه آهنگوداز شهر آبنینسکی ولایت کالوگا بیهوش شده بود، با گمان آنکه مرده است به مرگ یا سردخانه انتقال یافته شب را در آنجا روز کرده است، اما بعد از یک روز او را از این سردخانه زنده بیرون کردند. خالی قربان و 48 ساله ساکن دهه ارتوچی ناحیه پنجکین بوده، صاحب 5 فرزند می باشد. در ترکش 4 اکتبر 2 شهروند بلاروسیا و اوکراین فوتیدند. تقریبا 70% بدنی خالق جراحت برداشته است. لایق برادر خالق قربانوف 12 اکتبر در صحبت تلفنی با خبرنگاران گفته است که وضع سلامتی برادر مجروح نهایت وزنین و پزشکان که از مسکو آوردند در پی نجات دادن برادرش هستند. خالق در ناحیه آبنینسک در کارخانه کفشگر بوده و روز 4 اکتبر وقت دیگ آهنگودازی در این کارخانه منفجر می شود میخواهد فرار کنند، ولی آهنپاره های گداخته به سر و رو و تخت پوش رسیده او را از پی می افتانند. لایق قربانوف افزوده است که پزشکان برای طبابت برادرش 3 میلیون روبل طلب کردند و فعلا او از حساب نزدیکانش طبابت برادرش را با دارو تامین کرده ایستاده است. تماشابینان عزیز، اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می نماییم. تا بخشای نوبتی، خدا نگهدارتان.